عاشقا ظریف با فیگور و قیف رفتیم، اشتهاش توی تایم و رویتر و گاردیم، پیش دوربینا هی با غربیا را زهر و نمک خورد و کم کمک بارا. ای قطار می شدن نثار تبریکا، که قدس و بی خیال جاش بزن بریم آمریکا. گفتن از فرنگ پول میاد به چنگ خیلی، بعد تحریما مجدونت میاد لیلی. ولی چوب و پیاز و 100 تومن سهم ولایت از بیان. هلاله چی میشه با بمب هسته‌ای تو کفن؟ پولی که تو راهه تو جیب سپاهه، فرض کنیم زیاده اصلا قد ارث شاهه. اما یک قرون توی جیب مردم نمیره نشمار، باز میشه خرج شیمیایی واسه حفظ بشار. جیب خالی فقر مالی سهم مردم ما، پول میره بغداد میره لبنان یا تو راه سنار. چوب و پیاز و 100 تومن سهم ولایت از بیان. هلاله چی میشه با بمب هسته‌ای تو کفن؟ نفت و خون و چشمک، پاپیون و پشمک، خنده توی بالکن، دیپلمات دلغک. فکر نکن دو در کرد و این واسه شوره حیاته، این مثل زهر تو تن نظامی که بی ثباته. زهر و ملا رفته بالا میگه آف نبات بود، از فرط ضعف هر کار میکرد بازم شاه کیش و مات بود. آره چوب و پیاز و 100 تومن سهم ولایت از بیان. هلاله چی میشه با بمب هسته‌ای تو کفن؟ دلوا فسای سینه چاک تو راه فردور و عراق، دلارومان هوایی‌ان دنبال اکبر شاهی‌ان. اهداف بالای نظام مهمل افاضات امام، باد هوا شد دود شد تو آب سنگین خود شد. آواز پایانی فجیع بر عمر ننگین فقیه، وقتی که زهر کارا بشه تو تار و پود اجرا بشه. یک پوسته چرکین فقط میمونه از اون تا سقط، شبیمه ها با سهمگین با خیز خلقی خشمگین. آره چوب و پیاز و 100 تومن سهم ولایت از بیان. هلاله چی میشه با بمب هسته‌ای تو کفن؟